سلام بچه ها. امروز میخوام با هم بریم سراغ پختن یه غذای ساده ولی خوشمزه. از همونایی که بوش کل خونه رو میگیره و تا همسایه بغلی رو هم گرسنه میکنه. اول باید بریم خرید. میریم سوپرمارکت، یه دونه ماکارونی، یه دونه رب گوجه، پیاز، سویا، گوشت چرخ کرده یا اگه حال نداشتی سوسیس هم خوبه. بعدش یه ذره ادویه و روغن. همینا دیگه. خب بریم خونه. آستینا رو بالا بزن که وقت پخت و پزه. اول از همه پیازها رو پوست بکن، خوردشون کن، بریز تو مایتابه و با یه روغن کم سرخش کن. صبر کن تا طلایی بشه ولی حواست باشه نسوزه، چون بوی پیاز سوخته رو هیچکس دوست نداره. حالا گوشت چرخ کرده تو قشنگ تفت بده تا رنگش عوض بشه. یه ذره نمک، فلفل، زردچوبه و هر ادویه‌ای که دوست داری رو بزن تا خوش عطر بشه. اگه از اون تنبلای مهربونی سوسیس رو قاچ کن، بریز توش، هم خوشمزه میشه هم راحت تره. الان وقت رب گوجه است. یه قاشق رب گوجه اضافه کن، تفتش بده تا رنگش باز بشه. بعد یه ذره آب اضافه کن تا سس خوشگل جا بیفته. حالا بریم سراغ ماکارونی. یه قابلمه بردار، توش آب بریز، یه قطره روغن، نمک. صبر کن تا آب بجوشه. بعد ماکارون رو بهش اضافه کن. 8-9 دقیقه صبر کن. وقتی که نرم شد آب کش کن. یه ذره آبش رو نگه دار که خشک نشه. این فوت کوزه گریشه. حالا وقت لایه چینیه. یه ذره روغن ته قابلمه بریز، یه لایه ماکارونی، یه لایه از اون مایه گوشتی. دوباره ماکارونی و سس بریز. همینجوری ادامه بده تا مواد تموم بشه. حالا در قابلمه رو بذار، حرارت رو بیار پایین، حدود یه ربع صبر کن تا دم بکشه. حالا قابلمه رو برگردون. بفرمایید ماکارونی نوش جونتون. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودی. لطفاً ویدیو رو لایک کن، کامنت هم یادت نره. تو کامنت ها برام بنویس غذای بعدی چی باشه. یادت نره.